سلام بچه، خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه از چنل محبود ایجیار. اسمم من محبود هستش و امروز اومدیم با پارت دوم بازی ویدیویی آرامش بخش و ستیسفاینگ برای گوشی موبایل. این ویدیو به خاطر طولانی شدن تایمش مجبور شدیم به 2 پارت تبدیلش کنیم و امیدوارم دوست داشته باشین. همین الان لایک کنین اگه این ویدیو رو دوست داشتین، سابسکرایب کنید و زنگولش رو بزنید و اگه پیشنهادی انتقادی داشتید تو کامنت ها میتونید بهم بگید برای بهتر شدن ویدیوهای بعدی. خیلی وقتتون نمیگیرم و بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. خب بچه ها، این بازی سوپر اسلایم اسمش، میدونم اون بازی آخریه رو بعدم میرم برای بازی آخریه رو بعدم میرم. اون یکی بازی آخر میرم. سال 2005 وریه 2005. این شبیه ساز اسلایمه. داره میگه چی کار کنه. این اکلیلی روش هم قشنگ داشتم اولش. اکلیلی که بکنم برای رنگه. خب بذار ببینم چیا رو داره، با چی میتونیم بسازیم. اسلایم کلاسی خودمون میتونیم اسلایم بسازیم. خب این چیه؟ یه ذره آب میریزیم، یه ذره دیگه کنم این چسب بشه. خب چه رنگی باشه؟ مشکی رنگش مخلوط میکنیم و دیگه خیلی شد. مخلوطش کردیم با چیزایی که حالا لازم داره. مثلا ما اکلیل میپاشیم روش. اکلیل اینو میپاشیم روش تپ میکنیم، خودش اد میکنه. خب شبیه ونوم شده که روش اکلیل ریختن. همچین زیاد قابل تعریف نیستش، ولی ببینیم کار دیگه ای میشه کرد. یه کلاسیک هم نباشه، کلیر باشه، سلایم اد بشه، سلایم کلیر. بریم آبم بریزیم، هرچی لازم داره. این رنگ و این یکی رو به نظرم آبی کنیم. حالا همش میزنیم تو یه آبی. یه دست شد و الان دیگه 2 دست شد. حالا این دفعه با چی تز نمیکنم، طراحی نمیکنم. شبیه آب شد، شبیه دریا و همچین چیزی شد. خوبه. آیتم های مختلف داره. این هم شد دیگه. حالت های مختلف داره. این هم حالت آماده شه که میتونیم بریم خودمون ببینیم گالریشه. ببینیم این چیه. این خودش دوباره صاف میشه ها. آره این دوباره خودش صاف میشه. دوباره میتونی تغییرات بدی. بعد صداش هم همون حالت ساتیسفاینگ اسلایم داره. خب بریم سراغ آخرین. این از کره زمین. خب این از ما نمیتونیم کاری کنیم. اینا چیه؟ دهنشو سرویس کردن. فکر کنم آخر کار نباشه اینجا. بله آخر کار نبود و همه مردن. اکثریت زمین مرد. نه اکثریت زمین زنده. من جایی نظرم مثلا این آسیا هم هستش، کلش آسیا و تیکه ای از اروپا میبرن که استرالیا. ولی خب مرگ حقه. کره ما هم دیگه تکون نمیخوره انگار.
نه تکون میخوره. اوه شیت. بله کسی دیگر در زمین. اون 300 نفر چه شانسی رو بردن، فکر کنم اون بالا باشن. بفرستیم ببینیم زودتر اتفاق بیفته. 200 نفر این پایین باید باشیم. سه نفر زندان در کره زمین دوستان. اون 3 نفر یا خدا دوستشون نداره یا خیلی دوستشون داره. خب اینجا رو ما میزنیم بره. میگه 3 نفر هم مردن. خب ببینیم یه دونه ریستارت بزنیم. یس. ببینیم این چجوریه. فکر کنم لولش بالاتره. چی شد؟ What the hell؟ این چیه؟ این کار خاصی انگار نمیکن. بریم سراغ این موشکا. اوه فکر کنم یه دونه. آها اینا سوراخ میکنن میرن جلو. اینا کجا قراره بیاد؟ اوه رفت. زمین الان تو سوراخه. منطقیه. لیزرها چی؟ او این لیزر نی. این جوش هم این ورا اهمی باشه. ببینی اینجا چقدر میمیرن. اوه 1,000,000 نفر رفتن. مثل اینکه بده. خب اینو میذاریم واسه یه دونه دیگه. ببینیم چی کار میکنه. انتخاب نکرده بودم. ببینیم این چی کار میکنه. یه نفر میاد رو میشه میره دو زمین. منطقیه. خب این یکی چی کار میکنه. اوه حمله کنه میبره میره اصلا کاری نداره که کی کجاست. الان اونور در اومد. خب ببینیم دیگه چی هستن. اوه چند برد. ببینیم و این دوستان اینجا چیکار میکنن. این برم چند برد. این چیه. اوه شت. اینا این موجودات ریز فضایی. بله اونا کرم ریختن رفتن. این یکی چیه. آها این اون کرمکی هست که میزن الان یک کدومش بیرون. کجا میزنی بیرون. آها نه میری قشنگ تو زمین. خب یه حرکتی میخوام الان بزنم. بچه ها این شما اینم کره زمین اینه سیب کرم خورده. خب یکی چی کار میکنه جانم. کدوم بری شما. سوپرمن میاد میذاره میره. سوپر کت. خب دیگه چی هستش. چی رو داریم. رد و برق که دهن سرویس میکنه. یه لیزر هم داریم. ساتیسفاین که یه حالتی مثلا هست. نمیدونم. لیزری که دنبالش بودم اینا. ببینم سفینه فضایی بیاد چیکار میکنه. از اینا میفرستم. اون زد سرویس کرد. یه لحظه.
شیت. زمین به کل نابود شد دوستان. یه بار دیگه من فقط ما یه حرکت بزنم. اول این بعد این واسه زمین محافظ درست میکنم. بذار ببینیم. خب یه همچین جایی یه محافظ اینطوری مثلا اینجا درست کنیم. خب بذار ببینیم این مثلا اینجا میتونه چیکار کنه. میزنه و میخوره به زمین. این چیکار میکنه؟ بله میزنه میره. خب درست. خب خیلی خوب، اینم از این. خب بچه امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. با کامنتاتون میتونیم بهم بگین چه بازی دیگه دوست داریم بریم، یا ریاکت به ویدیو خاصی بریم، یا اینکه چالشی بخوایم بریم. با لایکاتون میتونین بهم بگین که این ویدیو رو دوست داشتین یا نه. پس همین الان این ویدیو رو لایک کنین اگه دوست داشتین، و برای بزرگترین حمایتی که میتونید من بکنید میتونید برید سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید. تا ویدیوی بعدی، بدرود.